امروز بخیر انشالله درس اول را شروع میکنیم. انشالله که درس را بخوانین و به شکل خوب و درست یاد بگیرین. درس اول و موضوع درس ما احوال پرسی است که چگونه به زبان ازبکی احوال پرسی کنیم. امروز بخیر میره میخوانیم انشالله که دیگه یاد بگیرین. بخیر. احوال پرسی: السلام علیکم. در ازبکی هم السلام علیکم. خیرلی تون. در ازبکی خیرلی تون. صبح بخیر. صبح بخیر. خیرلی تون. خیرلی تون. روز بخیر. خیرلی آخشام. خیرلی آخشام. شام بخیر. خیرلی کیچه. خیرلی کیچه. شب بخیر. قندایسیز. قندایسیز. چطور هستید؟ یخشمن رحمت. یخشمن رحمت. خوب هستم تشکر. سیز قندایسیز. سیز قندایسیز. شما چطور هستید؟ من هم یخشمن رحمت. من هم یخشمن رحمت. من هم خوب هستم تشکر. و درس امروز ما همین قدر بود. انشالله که یک چیز یاد گرفته باشین. با امید دیدار.